انسان وقتی با خدا باشه الله تعالی در همون کمش برکت میندازه. ببینید یه مثالی میزنه یکی از حکما، میگه که شما دو تا حیوان رو ببینید، یکی سگه یکی گوسفنده، زاد و ولدشون رو نگاه کنید، مرگ و میرشون رو نگاه کنید. سگ در سال چند دفعه زاد و ولد، تو هر دفعه زاد و ولدم 7-10 تا. یعنی اگر طبق این زاد و ولد اگر بخوایم با همین دید ظاهری بهش نگاه بکنیم باید الان دنیا رو سگ برمی داشت. از اون طرف گوسفند سالی یکی، حالا شاید هم 2 تا، نه؟ برحال و خیلی شق القمر کنه 2 تا بره بیاره، نیست؟ اما مرگ و میر گوسفندا چقدره؟ روزانه در کشتارگاه های هر شهری گوسفند کشته میشه. اجتماع حجی برابر حجاجی که اونجا هستن گوسفند کشته میشه، قربانی میشه. تو هر مجلس عروسی، تو هر محفل اینا کشته میشه. اینقدر کشتار روزانه، زاد و ولد اینقدر کم. یعنی اگر با این نگاه مادی گرایانه ما به این قضیه نگاه کنیم باید الان یک گله چی می بود؟ یک گله سگ می بود، 1-2 تا گوسفند کنارش. اما قضیه برعکسه. چرا؟ یه مثال بسیار ساده تا ما بفهمیم برکت یعنی چی. برکت یعنی قلیل کثیر النفع، کمه اما نفعش زیاده. یه پول کم اومده تو خونه، همین پول کم 100%ش نفع خانواده شده. با همین پول کم قانون خانواده گرمه، حرمتا تو این خانواده حفظه، همه امنیت روانی دارن، همه از بودن در کنار همدیگر لذت میبرن، اعضای خانواده اون سلفت و مودت دارن. این پول صرف دوا و دکتر نمیشه، دادگاه و پاسگاه نمیشه، صرف داروخانه و دوا نمیشه، این پول صرف تعمیرگاه و فلان نمیشه، این پول صرف نمیدونم فلان. آخر میبینی همین پول کم 100%ش نفع این خانواده شد. اینه برکت.